سرود ملی همچون رمز صاحب دولتی قبل از آغاز کنفرانسی علمی نظریوی که در تالار دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو زیر عنوان وحدت ملی بقای ملت و استواری دولت صاحب استقلال دایر گشت صدا داد. این همایش سطحی بلند با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان و اشتراک معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، معاون رئیس ولایت، عضو کمیته اجرایی مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، رهبری کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان، رئیسان کمیته های اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر و ناحیه های منطقه باختر، اعضایان فعال تشکیلات های ابتدایی حزبی و سابقه‌داران حزب، آموزگاران دانشجویان دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو برگزار گردید. رهبری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان ضمن سخنرانی حاضرین را با 28مین سالگرد روز وحدت ملی شادباش گفته نظر خود را عاید به وحدت ملی همچون عامل رشد و ترقیات ملت و دولت بیان نمود. ذکر گشت که وحدت ملی از نادرترین و بزرگترین دستاورد ملت است که با تلاش و زحمت‌های پیشوای وحدت آفر و خلق پرور پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان به دست آمده ملت را از فناشوی و دولت را از نابودی نجات داد. گفته شد که صاحب دولتی و یگانگی جامعه جاویدان میماند که وحدت ملی در آن گسترش یافته با متحدی جامعه هدفهای سازنده دولتی و ملی تطبیق می‌گردد. از این رو سال تا سال در تمام ساحه‌ها دستاوردهای ارزشمند به چشم می‌رسند که نفوذ تاجیکستان را میان دولت‌های مترقی دنیا همچون دولت صلح آفر و امن زیاد می‌گرداند. در ادامه کار کنفرانسی معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و معاون رئیس ولایت وابسته به دستاوردهای زمان صاحب استقلالی بیان نظر نموده وحدت ملی را عامل مهمی رشد و ترقیات و پیشرفت ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی، تقویت دهنده حیات آسایشته، منبع شادی و نشاط و زندگی ارزنده ساکنان ارزیابی کردند. گفته شد که محض وحدت و یکدلی و متحدی مردم سرزمین امکان داد که تاجیکستان دوام سالهای پایداری استقلال و آزادی دستاوردهای بی‌نظیر را در همه جبهه‌های حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به دست آورده ساکنان برای رسیدن به هدفهای عالی رهبریت حکومت کشور به دست آوردن استقلالیت انرژتیکی، تامین امنیت آذوقه‌واری در کشور، رهایی یافتن از بن‌بست کمیونیکاسیونی و در نهایت صنعت کنونی با سرعت مملکت که عامل گسترش دهنده پایه‌های اقتصادیات کشور دانسته می شود، نتیجه های دلخواه را نایل گشته به سوی آینده درخشان ملت و دولت گام‌های استوار می‌گذارند. دیگر اشتراکداران کنفرانسی علمی نظریوی سابقه‌داران حزب وابسته به این دستاورد نادر و پرارزش بیان افکار نمودند. با یادآوری از سخنرانی‌های پیشوای وحدت آفر ملت که در برآمدهایشان بارها تاکید کردند، استقرار صلح و تأمین وحدت ملی بی مبالغه یکی از دستاوردهای ما در عصر 20 میباشد که این از سرشت صلح پرورانه و عقل و ذکاوت خلق تاجیک شهادت می‌دهد. از اهل اشتراکداران و خصوص جوانان دعوت به عمل آورده شد که هدف از این احترام و ارزش‌گذاری‌ها آموزش و پژوهش، مساعدت و بلند برداشتن غرور ملی، بیدار نمودن حس افتخار از وطن آزاد و صاحب استقلال، خودشناسی، مهنت حلال و ثمرناک راه یگانه نجات دولت و ملت در شرایط بسیار مرکب جهانی شوی است که این افکار را باید هر فرد جامعه شعار همیشگی خود دانند. امروز در سراسر وطن عزیزم تاجیکستان کنفرانس و همایش‌ها بخشیده با 28 سالگی عید وحدت ملی برگزار می‌گردند. از جمله با ابتکار تشبث کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی در ولایت ختلان چنین یک کنفرانس برگزار گردید و من فکر میکنم که مقصدهایی که در این کنفرانس گذاشته شده بود با اشتراکداران خیلی به طرز عام فهمانده شدند. پس از بیان بهترین افکار عاید به وحدت و یکدلی، استقلالیت و آزادی، زحمت‌های بی‌سابقه پیشوای وحدت آفر ملت با صدا دادن سرود ملی، کنفرانسی علمی نظریوی به کار خود انجام بخشید. حسن زاده آیما، فیروزی خورشید، فیروزی حسین برای برنامه اطلاعاتی اخبار از شهر باختر.